منظور از این اجتماعی بود که من شما خواسته های اسلامی و مذهبی و ملی خود را به امام انقلاب و رهبر انقلاب برسانید. ما در این کشور خیلی شکنجه دیدیم، خیلی جور و جفا دیدیم، خیلی محرومیت ها کشیدیم. شما می‌دانید این آستان سیستان و بلوچستان از تمام آستان‌ها عقب‌تر بوده و محرومیت‌های زیادی دیده. لذا منظور اشتراک نیست، منظور نفاق نیست، منظور دوییت نیست، منظور فقط و فقط اتحاد و اتفاق است. اگر چنانچه ما کمبود نیروهای بومی داشته باشیم متوجه باشیم. اگر ما برادران عزیز، سروران گرامی، اگر چنانچه ما در سیستان و بلوچستان اگر از لحاظ نیروی محلی کمبود داشته باشیم، ما آمادگی داریم که از هر جا آدم فنی و تخت فنی اینجا وارد کنیم. ما اینجا کمبود داشته باشیم، نیروهای متخصص ما تمام احتیاجات محلی را، تمام احتیاجات این آستان را تکمیل نکنند، ما به برادران پاک و غیر پاک کمک می‌گیریم. ما ایرانی هستیم، هیچ تبعیضی نیست، ولی متوجه باشید، ولی منظور این است که وقتی که ما نیروهای متخصص بومی داریم، نباید غیر بومی ها را، غیر مردم این آستان را بر ما تحمیل کنند. با وقتی که خود ما میتوانیم کارهای مهم را اداره کنیم، ما بی‌حدتر هستیم، ما حساس‌تر هستیم، ما خیلی محرومیت ها دیدیم، خیلی تبعیض دیدیم، خیلی استثنا دیدیم. لذا حالا که این نهضت اسلامی را خدا پیروز کرده و همیشه پیروزش بدارد، آمین. می‌خواهیم که حقوق مذهبی و ملی مردم این آستان حفظ شود. ما باید اون اختلافات را که در بین ما ایادی استعمار، دسته‌های خارجی، دشمنان ایران، دشمنان اسلام بین ما شکاف و باطل پیدا کردن و نفاق انداختن، باید ما اونها را کنار بگذاریم. شیعه و سنی در ایران در اقلیت نیستند. سنی و شیعه دو تا برادر هستند، دو گروه اسلامی هستند، باید حقوق همه محفوظ بشود. ما نمیگوییم که حقوق شیعه ها از نظر بیفتد، حقوق شیعه ها، حقوق سنی ها، حتی حقوق تمام مذاهب اقلیتی، تمام اقلیت های مذهبی در این کشور باید حفظ شود. اما به شرطی که اون اقلیت های مذهبی اقدامی نکنند، کاری نکنند که به اسلام ضرر برساند. به مرام خودشان آزاد هستند، ولی اگر فعالیت اونها
شما همین چیزهای مطالبی که الان به سال مبارک آقایان رسید به مطلب تلگراف بکنید، به رادیو تلویزیون رو بدهید، به تمام روزنامه ها بدهید که ما مردم این آستان این خواستار این چیزها هست. حالا ببین مظلوم وقتی که دعا میکند خداوند متعال جل جلاله میفرماید لانصرنک بعزتی و جلالی و کبریای لانصرنک. خداوند وقتی که دعای مظلوم بالا میرود در الهی میرود. خدا میفرماید من قسم میخورم به عزت خودم، به جلال خودم، به عظمت خودم که ای مظلوم شما را نصرت میکنم. برای استفادت متقی را به مصلحت و حکمت شما را نصرت میکنم و این صالح را منصوب شکن حکمش را زیان میکنم. ببینید ظالم شاه ما و شما که ظلم کرد و جلوی ظالمها نداره، ببینید خدا ریشش را بیان کرد. این خمینی نبود، این جوانان بی دست پا نبودند که اشارات دانی در آوردند. این ارتش را که این قدر مغرور بودند ارتش و شان قد مغرور بود به ارتش به یار یاورانش، این آیت الله خمینی نبود این تصویح این را منصوب کرد بیروی کرد. این همین ظلمه ها بود، این ستانه ها بود، این شکنجه ها بود که جوانان ما را شکنجه می کردند به عنوان خرابکار، به عنوان بدکار، به عنوان مخالف رژیم سلطنتی شکنجه می کردند دخترها و پسرها را و مردم را لطف می کردند، تمام سرمایه ایران را به خارج می بردند و قایم می کردند. این دعای همون مظلوم ها. قدرت خدا قادر و توانا هست. خدا احتیاج به بم ندارد، به توپ و تانک ندارد، به هواپیمای جنگی ندارد، به جبر ندارد. خدا هرگاه میخواهد یک شیری را به وسیله یک پشهی هلاک بیاورد. خدا ابابیلها کار میکرد از این جوانهای بی دست پای را که هیچی نداشتند و بر پادگانها حمله کردند و عقلها را گرفتند. یکی روی رو میافتد و میمیرد، میبیند که میمرد مثل کسی که به عشق خدا مست میشود جلو میرفتند و پادگانها را همه را به دست خود درآوردند. این قدرت جناب آیت الله خمینی یا جوانان ما نبود، این قدرت خدایی بود. قدرت خدا بود که احتیاج به این توپ و تانک‌ها ندارد که وقتی که میخواهد یک مملکتی را ویران بکند همین کارها را میکند. وقتی که ظالم ظلمش به درجه نهایت برسد از پشه‌ها را هلاک میکند. لهذا ما باید قدر این نعمت را بدانیم. خدا این وحدت اسلامی را پیروز کرد، قدرش را بدانیم، شکر خدا بگیریم. خدا گفته اگر شما شکر نعمتهای مرا میکنید من شما را اضافه میدهم، اگر ناشکری میکنید من این نعمتها را شما خواهم گرفت. ای خدا به ملت ایران توفیق بده که شکر این نعمتها حضرت موسی علیه السلام گفت به قومش نه بنی اسرائیل عسی ربکم ان یهلک عدوکم فیستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. ای بنی اسرائیل داد بیداد نکنید، ای قوم من از ظلم فرعون داد بیداد نکنید. نزدیک که پروردگار شما دشمن شما را هلاک میکند و شما را به جای دشمن این فرعونی ها میارد و بعدا نگاه میکند خدا به شما چطور. حالا ما پیروز شدیم میگیریم اینا چطور آیا به دنبال همین سکنجرها ظالمها میریم، همین کارهایی که اون ظالمها اون استعمال کرده یا نه ما به راه اسلام قرآن میاد. در پایان سخنان جناب مولوی عبدالعزیز قطعنامه‌ای ساده و به وسیله یکی از شرکت کنندگان قرائت شد. توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. تمام
که